مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 2 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 15:35 دقیقه راننده ماشین بورکش تمغه فورلند ابیروف نورقوزی سال تولدش 1988 ساکن نویه شهرتوس هنگام حرکت در راه ماشینگرد حدود دهه دوستی نویه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران نابالغ خالیارزاده کامرانبک سال تولدش 2020 ساکن امین نویه را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخه‌ران نابالغ خالیارزاده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در روزهای آخر درباره چندین صدمه مرگ‌آور در راه تاجیکستان خبر داد. صبح 31 ژانویه سال 2023 تخمینا ساعت 9:30 دقیقه راننده автомاشین تمغه مرسدس بنز چلاف الشیر سال تولدش 1986 ساکن نویه بلجوان هنگام حرکت با راه ماشینگرد کوچه کروبسکای شهر دوشنبه از سمت کوچه قربایف به سمت محله گلبوته در بالای خط پیاده‌گردان تنظیم شونده پیاده‌گرد رستمزاده حلیمه سال تولدش 2004 ساکن پایتخت را پخش نموده سپس به автомاشین تمغه خوندای الانترا که تحت اداره راننده علیف عمر سال تولدش 1971 ساکن شهر دوشنبه قرار داشت برخورده است. در نتیجه پیاده‌گرد رستمزاده جراحت گوناگون جسمانی برداشته از جانب خود راننده به بیمارخانه دسترس گردیده در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. راههای تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه ها پرخطر دانسته می شوند. بنا به آمار رسمی بازرسی دولتی اتومبیلی هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.